باز پیدا کردم. استاد اسپلینتر کنارشه. استاد اسپلینتر جقی سوشتر. خدای شکرت از زندگی راضیم. شجریانه داداش، به خدا با یهودی ها اشتباه گرفتم. آنچنان قوی نبودم که بخوام بزنم دراگونا، ولی ایو what the fuck. پشمام آجی، اینا بهتر هم من دارن داج میدن. حل آجی، یاد گرفتم. وای میخواد ازم صابون بسازه. کیری میگم یهودی نیستم. خارکست قلم پاتو میخورم به یه شات گیری. حله. آقا این بانگ نبرد بود. بیا که قلم پات برده است. خیلی خوشحالم. داداش برنامه مورد علاقه تو یوتیوب چیه؟ عشق ابدی میبینم داداش. آقا از قدیم گفتن آدم اگه سوراخ نمیگذره. اونجایی که متوجه شدم خیلی ضعیفم، گفتم بذار برم چیکار کنم؟ نه رون فارم کنم. یه خر باور کن باز اومده بهمون بگه سینگل. آها ای وای کوست داد. کوست مادرتون، کوست مادرتون، مادرم رو گاییدن. مادر کوست نانات. ولم کنید، ولم کنید، رضا ندارم. ولم کن فلسطینی، فلسطینی ولم کن. ببین یارو میدان لسته به من گفت بیام توی کلیسا. خب گفت که قراره یه چی دهنم. ای وای ای وای این چه کس شعریه. ایشالله که خیره. حالا آقا من میشینم ببینم چی میشه. به به این چه کس شعریه داداش. قسم خیلی وای کس نانات ناز داره، لذت پرواز داره. ایوه ببین منو با ناعدالتی کش. لباس میدانش رو میپوشم ببینم بازم میتونه منو بزنه یا نه. پشمام چه کیوت شدم. حله کاتانا دارم اندازه قدت هروم زاده. کاتانا دارم اندازه قدت. سیویلا رو نگاه. سلام میدانت هستم. بیا جلو، بیا جلو. هیچ استعداد خاصی ندارم، صرفا دارم اسپم میکنم. اول فاز یه دلیلی داشته که لرد قبلی بوده. دفاع. کستنانت کستنانت کستنانت. هیل نکن، هیل نکن. من مردم چیرم. من مردم. ایوای از ما خواهانه که دست بدیم. جایی را نیست دادا، دست میدن پا میدیم ما. ببین رسیدم پایتخت. خب میگن اینجا جای امنی باید باشه اصولا. خب The fuck is that؟ درخت. زنم رو گایید.
چه آرمون خفنی داده جی بنازم. اینو بیشتر دوست دارم. این حتی لباس قبلی هم بهتره. عضله ها رو نگاه. سامورایی. تا اینجا هیچ مینی باسی ندیدم. انشالله اینجا به بعدشم قرار نیست مینی باسی بیاد. ای من خار این گیم ها گیم. اگه فنبویا بعدت میاد یه پرش بزن. ای مادر. حله بهش رحم کرد. دلم گرفت ازش اصلاتی نبود واسه ما اسم بوندا واسه مون دایی نبود ببین گوزش خب عملا به هیچی داداش دومین سب کن من جون ندارم سب کن خره هیچی اچپی نداره هیچی اچپی نداره زدمش زدم خدایا ببین چونه نه جا رکورد ندارم دیگه چی رایان با اینکه اهلش از دست داده بود ولی خداییش خوب ستاره تو آسمون نگه داشت شد. ستاره ای صحنه آشناه سری به اسرائیل حمله میکنیم قرار گرمد آمون به بوز بشه واقعا اشتود رفت اشتود رفت فکر کنم اتمی زدیم وایستا الان جوابشو میگیرم وای نه گرمه کور شدم اوه چه بزرگه یاد اکس خودم میفتم یادش بخیر حالا برو بریم برو بریم دادش هم برم بالا برو بالا وای حالا تازه پی بردم چرا اسم چنلینه چرا اینقدر اینجا کسته چونم به لوت من این زندگی مادر این زندگی مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین امیدوارم ارزش وقتتون رو داشته باشه دارم کسخل میشم ویدیو بعدی میبینمتون خداحافظ